اگه یه دستبند یا یه ساعت داری که میشه روی بندش یه جمله رو بنویسی، حتما این جمله رو بنویس که همیشه جلوی چشمت باشه. قبل اینکه این جمله رو بگم باید بدونی خودشناسی 3 تا رأس مهم داره. یکی روانکاوان، یکی فلاسفه‌ن و یکی هم عرفا. اینا 3 بعد اصلی خودشناسی هستن. روانکاوها چی میگن؟ میگن رشد از دل ترس زاده می شود. فلاسفه چی میگن؟ میگن معنا در زندگی آنجاست که ازش فرار میکنی. عرفا چی میگن؟ میگن دردی که ازش میگریزی دروازه بیداری توست. حالا جمله‌ای که باید حک کنی اینه: همیشه معجزه در دل کاری است که از آن اجتناب میکنی. از این به بعد هر بار ترسیدی و خواستی فرار کنی بدون در معجزه از همین جاها باز میشه. تمام.